در مورد گذاشتن شورت ویدیو در یوتیوب بین علما اختلاف شدیدی، یعنی یک سریا میگن نباید گذاشته بشه، یه سریا میگن نه اشکالی نداره میتونیم بذاریم. اما نکته ای که قابل توجهه و باید ما به اون توجه داشته باشیم اینه که بهترین قسمت ویدیو، یعنی اون قسمت جذاب ویدیو رو ما جدا کنیم و داخل، حالا اگر این اینستاگرام داریم داخل این اینستاگراممون بذاریم یا در داخل یوتیوبمون بذاریم و بگیم اگر میخوای کاملش رو ببینین وارد لینک بشین و کامل این ویدیو رو ببینین. این نتیجه خیلی خوبی خواهد داد. یعنی یا شما نباید بذاری، یا اگر میخوای از یک ویدیو بذاری اون قسمتی رو بذاری که طرفدار زیادی داره یا قسمت جذاب اون ویدیوی خودتو بذاری. آموزش های بیشتر رو تو کانال من دنبال کن، من بهت آموزش میدم که چطوری بتونی از کانال یوتیوب به درآمد برسی، چطوری آموزش ها رو توی پیج اینستاگرامت داشته باشی و به یک درآمد خوبی برسی. ممنون و سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودی.